سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیوی من. بچه ها، با هم دیگه اومدیم بهترین و بدترین گانهای وارزون رو بهتون نشون بدم، همراه با بعضی از اتچمنت ها. یعنی مثلا شاید از XM4 دو تا اتچمنت بدم، مثلا از AK اتچمنت ندم، به خاطر اینکه گانه اسالت رایفل تو اون دسته من بیشتری رو لول اپ نکردم، فقط SMG هم کلا SMG هم لول اپه. سر همون گفتم که من ممکنه بعضی از گانا رو بتونم اتچمنت رو نشون ندم، ولی بهترین گان ها مثلا اول دوم سوم، مثلا سه تا گان برتر داخل وارزون رو اتچمنتش رو بهتون نشون میدم. ولی حالا بقیه گانا چون که دیگه به درد نمیخوره، جزء بدترین گانا حساب میشه دیگه، به نظر من لزومی نداره من بخوام اتچمنتش رو بذارم. حالا اگر خواستید داخل ویدیوی کوتاه براتون اتچمنت ها رو میذارم، براتون آپلود میکنم. خب بچه ها، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. من دونه دونه اتچمنت ها رو گذاشتم، مثلا چگانی مثلا خوبه، رو کاغذم حتی نوشتم چگانی خوبه و چگانی بده. خب بچه، توی دسته اسالت رایفل، اول از رایفل ها شروع کنیم. اول XM4 یکی از متاترین گانای داخل بلک آپس 6. XM4 من هم اتچمنت 5 اتشش رو به شما میدم، هم 8 اتچمنتش رو، چون یه گان خفن و پرطرفداریه و خودم از دوتا اتچمنت استفاده میکنم. اول از 5 اتچمنت استفاده میکنیم. دوستان، من وای میستم تا شما ویدیو رو استوب کنید یا اسکرین بگیرید ازش، برید همین اتچمنت رو بر خودتون اعمال کنید. 5 اتچمنتشه. و حالا بریم سراغ 8 اتچمنت. اشتباه شد، ببخشید. بالاخره دیگه باگای بازی، ای بابا اجازه نمیده من 8 اتچمنت بذارم. آها، خب این هم 8 اتچمنتشه. شما میتونید ویدیو رو استوب کنید یا اسکرین بگیرید، خیلی راحت این اتچمنت رو بر خودتون بذارید. این اتچمنت نوری کویل نمیده، من تا ویدیو هم برای این ساختم. نوری کویل نمیده، ولی ریکویل خیلی کمی بهتون میده. یعنی اینطوری نیست که تیر بزنید بره آسمون ایمتون، اینطوری نیست، ولی یه ریکویل خیلی کمی داره. اینم از این. حالا بریم سراغ دومین گان که نذاشتم اینجا. چرا گذاشتمش؟ توی بخش اسالت رایفل 1 2 3 چهارمین گان GPR 91. واقعا گان حقیه، خیلی گان حقیه. من فقط برای این گان GPR اتچمنت نچیدم، یعنی یادم رفت که قبلش براتون اتچمنت بچینم به شما نشون بدم، ولی من توی یک ویدیوی جدا بهتون یاد میدم که مثلا چجوری خودتون برای خودتون اتچمنت های خفن و اتچمنت های متای اون گانو بچینید، مثل XM4 یا خیلی از گانای دیگه. من این اتچمنتش رو نچیدم، این گانو، شرمنده دوستان. ولی دومین گان از بهترین من شروع کردم. دومین گان GPR 91. حالا بریم سراغ سومی این گان هستش که اینم باز لولم پایین بود، لول گانم اتچمنت نتونستم براش بچینم. توی ویدیوی بعد همه اینا رو بهتون یاد میدم که چیزی واسه هر گانی که دلتون میخواد اتچمنت بچینید. چهارمین گان این گان هستش که این گانم باز اتچمنت براش نچیدم. و بریم، بذار من بیام اینجا. این گان هست و گان بعدی، گان
آخرین گان داخل بخش اسالت رایفل هست، کریک 6. حالا کریک 3، حالا 6 گفتم چون من موقعی که کال آف موبایل بازی میکردم یه گانی دقیقا داشتیم شبیه همین، اسمش کیرینگ 6 بود. سر همین من قاطی کردم با این گان هستش که گان چندم، پنجممون هست و گان آخر اختصاص میدیم به AK، بدترین گان. یعنی یه گانی که لگد خیلی زیاد اصلا نمیشه واقعا نو ریکویلش کرد، ریکویلش هم حتی نمیتونیم کمتر کنیم، انقدر این گان به نظر من چرته. آقا به نظر من اگه میخواید شما ریسرجنس بازی کنید، بتل رویال بازی کنید، حتی رنک بازی کنید، دو تا گان بیشتر بر ندارید. یکی XM4، یکی هم GPR 91. حالا ترکیباش هم بهتون نشون میدم که چه ترکیبی بچینید برای بتل رویال، چه ترکیبی بچینید برای ریورس آیلند مثلا، یا چه ترکیبی برای اریا. خب اینا همه رو بهتون من تو همین ویدیو بهتون توضیح میدم که حالا اتچمنتش هم کلا یه اتچمنت های خاصی نداره، جدا نداره، فقط اسکوپ و ایناش یه ذره تغییر میکنه که اونم بهتون میگم. حالا بریم بچه توی بخش SMG که اولین گان رو اختصاص میدیم به جکال، یکی از خفن ترین متا ترین گان داخل بلک آپس 6 هستش توی این سیزن. حالا چند روز دیگه سیزن جدید میاد، متا ترین گانای سیزن دورم براتون میذارم. اینم از گان جکال. این 5 اتچمنتش هست. من وای میسم تا شما استوب کنید ویدیو رو و حالا بریم سراغ 8 اتچمنت. اینم اشتباه، اینم 8 اتچمنتشه و گان بعدی. بریم سراغ گان بعدی که گان کمپکت هستش، کمپکت هستش که من 5 اتچمنتش رو براتون فقط میذارم چون که 8 اتچمنت به نظر من اوکی نیست، ولی شما میتونید 8 اتچمنت هم بذارید. اینم از این. گان بعدی PP 919 5 اتچمنت هستش، از اینم یه اسکرین بگیرید. بچه مازل شما حالا میتونید تغییر بدید، حالا بذارید تو سومی، ولی حالا من گذاشتم رو اولی صدا خفه کنه، حالا به نظر من بهتره. توی فایت ها داخل ریورس خیلی کمکتون میکنه. اینم از PP. حالا 8 اتچمنت هم نشونتون بدم. اینم 8 اتچمنت، بعد برم دوباره روی آخری. اینم 8 اتچمنت. حالا شما میتونید اپتیکو بردارید یا عوضش کنید، دل بخواه هستش، هر جور که راحتید. بازم میگم مازل هم دوباره میتونید تغییر بدید اینجا، هر جور که شما راحتید. اینم از این. گان بعدیمون C9 هستش، C9. دوباره اشتباه اومدم، شرمنده. 5 اتچمنت این هستش که حالا شما 8 اتچمنت هم میتونید بچینید، ولی 5/8 حالا هیچ فرقی نداره داخل C9 چون که یه جوری میشه گفت 4مین گانه و توی دسته بدترینا هستش و به نظر من به درد نمیخوره. و حالا بریم سراغ گان بعدی KSV. بچه این گان یک مقدار لگد داره و به نظر من اصلا متانیستش شد تو سیزنهای بعد اوکی تر بشه گان، ولی به نظر من KSV رو اصلا بر ندارید، به درد نمیخوره. اینم بچه از دسته SMG ها
بهترین و بدترین دیگه. بچه مثلا من گانای دیگر رو نمیذارم از SMG به خاطر اینه که واقعا دیگه به درد نخوره. مثلا اگه این SMG رو من براتون نمیذارم دیگه، شما فکر کنید دیگه آخرین گانه. اگه SMG مثلا سایه نمیدونم چیه، اگه اینو نمیذارم بدونی مثلا آخرین گانه توی بدترین ها، اصلا به درد نخورترین گان. من اول ویدیو هم گفتم حالا بهتون یه ترکیب خفن میدم که با این ترکیب بازی کنید، گمراه نشید که بگید حالا مثلا توی بهترین ها این گانا رو گفت ما حالا کدومو برداریم. و حالا توی دسته اسنایپ ها اولین گان و متا ترین گان و بهترین گان توی دسته اسنایپ ها گان وارزون 3 هستش. این اسنایپ هستش که شما حالا من حالا لول اپش نکردم و هیچ اتچمنتی نمیتونم براش بذارم و اول ویدیو گفتم توی یه ویدیو دیگه میگم که چطوری واسه خودتون اتچمنت بشینید. و حالا میریم رو گانای بلک آپس 6 که دومین گان LR762 هستش که این گان واقعا یکی از خفن ترین اسنایپ هاست که خودم ازش استفاده میکنم. خیلی اسنایپ خفنیه. 5 اتشش رو براتون گذاشتم، حالا 8 اتشمنت براتون پیدا نکردم. یه اتشمنت خود خوب براتون بذارم، نه اینکه فقط یه اتشمنت چرت بذارم برای فقط اینکه ویدیوم نمیدونم طولانی بشه اینا. اینم از این اسنایپ بعدی LW3A1. این گان 8 اتچمنت هم بهتون نشون میدم، ولی 5 اتچمنتش به نظر من اینی که چیدم یه چیزیه که چون لول اپش ندارم اینو چیدم. خب به نظر من حالا شما اگه دوست داشتید بچینید، اگرم نه به نظر من نچینید، چون واقعا اتچمنتیه که خودم قبولش ندارم. دیگه یه چیزی بگم که نامردی نباشه شما فردا با این بازی کنید بگید که مثلا اتچمنت به درد نخوره، اصلا نمیتونیم باش بازی کنیم. آره این اتچمنت رو من لول اپش نکردم، این اتچمنت به نظر من به درد نمیخوره. ولی این گان LR که بهتون گفتم، این اسنایپ LR 762، این اتچمنت خیلی واقعا خفنه، به نظر من حتما ازش استفاده کنید. این هم بود بچه ها از این گانهای بهترین و بدترین که بهتون گفتم. حالا بهتریناش XM4 و GPR 91 توی دسته SMG ها جکال و کامپکت. توی اسنایپ ها اون گان وارزون 3 که بهتون نشون دادم همراه با LR 762 که این گانا واقعا خیلی خفنن و به نظر من اگر خواستید ترکیبی دل بخواب بچینید از این 6 تا گان بچینید. حالا برای اسنایپ SMG رایفل همینجوری میتونید ترکیب کنید این گانا رو. خب حالا من یه چند تا ترکیب خوب بهتون بگم برای حالا بتل رویال، ریورس و رنگ. حالا این اتچمنتی که دارم بهتون میدم بیشتر حالا به درد بتل رویال و رنگ میخوره. گان اول XM4 حالا 5 اتچمنت یا 8 اتچمنت برای بتل رویال و رنگ. 8 اتچمنت خیلی به کارتون میاد، یعنی به نظر من 8 اتچمنت انتخاب کنید برای بتل و رنگ. دومین گانم که میخواید با این همراه با این بردارید SMG هستش که گان جکال هست. اینم حالا میتونید 5 بردارید یا 8. به نظر من 8 اتچمنت انتخاب کنید چون بهتره و ریکویل کمتری بهتون میده، تو فایت ها راحت ترید. و برای ریورس گان جکال دوباره 5 اتچمنت و گان XM4 5 اتچمنت برای ریورس. حالا یه ترکیب دیگه بهتون بدم، گان GPR 91 برای بتل رویال
و رنگ یا ریورس GPR 91 با جکال رو انتخاب کنید. ببخشید با کامپکت رو انتخاب کنید. جکال رو فراموش کنید. GPR 91 همراه با کامپکت. این دوتا گان واقعا خیلی حقه، بغل هم خیلی خوب میزنه. این دوتا گان هم حالا برای رنگ و بتل رویال و ریورس خیلی استفاده میشه. فقط بچه ریورس با بتل رویال اتچمنتاش یه فرقی که تنها داره اینه که مثلا XM4 این اسکوپ رو میتونید روش نندازید. این اسکوپ رو براش انتخاب کنید داخل ریورس، حالا برای 8 اتچمنت. این اسکوپ رو براش این اسکوپ رو براش انتخاب کنید یا این اسکوپ رو براش انتخاب کنید دیگه. حالا دل بخواه هر کدوم که دوست دارید داخل مپ های کوچیکتر مثل اریا یا ریورس آیلند. تا اینجا اوکیه. حالا برای کامپکت هم که حالا من قاطی میکنم اینو، برای اون گانم که اپتیک یا اسکوپ هیچ نیازی نیست، ولی برای GPR 91 هم گفتم اونم همین کار رو انجام بدید. و دوتا گان دیگه همراه با هم خیلی خفن میشه. اولین گان اون اسنایپ وارزون 3 که بهتون نشون دادم، همراه با اون بذار اسنایپر رو بهتون نشون بدم. این اسنایپی که بهتون نشون دادم همراه با گان PP 919 خیلی ترکیب خفنی میشه. حتما این ترکیبی که بهتون گفتم رو امتحان کنید. اگر این گان رو احیانا باز نداشتید مثل من، گان LR 762 رو انتخاب کنید با این PP 919. حالا دوتاش هم 5 اتچمنت انتخاب کنید، دوتاش هم بغل هم بذارید. 8 اتچمنت نیازی نیست برای اسنایپ یا PP 919. بله این هم بود از این گانای متا و خفن سیزن 1 که من براتون گذاشتم و تمام. حالا من یه لحظه چک کنم ببینم چیزی جان انداختم. نه دیگه اوکی. بچه ها این هم بود از این اتچمنت های خفن و بهترین گان های بلک آپس 6. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه ها. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.